سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ اگه یادتون باشه قسمت قبل دسته T رو خوندیم و الان میخوایم بریم سراغ دسته جدید به نام دسته N. دمای یکیماشو بزن بریم. اگه ویدیو قبل یادتون باشه دسته T رو با هم دیگه خونده بودیم و یه سری استثناءات جذابی هم داشت که یادشون گرفتیم. حالا این جلسه میخوایم بریم سراغ دسته N. نه، نی، نو، نه، نو. این دسته خیلی راحته، یعنی استثنایی نداره که بخوایم روش تمرکز بکنیم. اولین کاراکتر از این دسته صدای نه میده. اول دوستان یه خط کج میکشیم به این شکل از سمت چپ به راست و بعد از بالا به پایین یه خط کج که قطعش میکنه. مثل یه صلیب در نظر بگیرید. مثلا این صلیب رو بخوایم کج بکنیم. در مرحله سوم سمت راست یک کلاهک میکشیم. این کلاهک به این شکله که یه خط کج میکشیم و یه نوک کوچیک میدیم بالا. و در آخر سمت چپش یه خط از بالا به پایین که آخرش رو گره میزنیم. اینم از نه. خب بریم سراغ کلمه. تتایبا مثلا اینو بخونیم. این درست بنویسم. ناتسو. ناتسو این کاراکتر دومی از دسته پیش بوده ها. ناتسو یعنی تابستان. ناتسو. خب بریم سراغ کاراکتر بعدی. دوستان جالب بدونید که اگه دوتا نا داشته باشیم بخونیم نانا. نانا میشه عدد 7. کاراکتر بعدی کاراکتر نی هستش. نگاه کنید اول من میام چیکار میکنم؟ یه عصا میکشم. یعنی چی؟ یعنی یه خطی میکشم که عمودیه ولی یه خورده خمیده است و بعد یه نوک کوچیکم میدم بالا. در آخر نگاه کنید سمت راست این عصا چه کاراکتری میبینید شبیه شب هستا؟ کاراکتر کو انگار. پس یه کاراکتر شبیه کو میکشم. اینم شد نی. جالب بدونید که خود نی میشه عدد 2. ایچ، نی، سان. اینم از نی. تتایبا مثلا اینم حرف دومش. نیکو. نیکو. نیکو یعنی گوشت. گوشت. حالا یه کلمه دیگه هم داریم که این دوتا رو با هم دیگه جابجا میکنیم. به این شکل خونده میشه. کونی. کونی. کونی یعنی کشور. مثلا میخوام بگم که اهل کجایی؟ کشورت کجاست؟ و کونی و دو چی ردسکا؟ یا مثلا واسه این بگیم نانی گا سکی دسکا؟ نانی گا سکی دسکا؟ چی دوست داری؟ نیکو گا سکی دس. نیکو گا سکی دس یعنی گوشت دوست دارم. چون نیکو میشه گوشت. خب بریم سراغ کلمه بعدی، کاراکتر بعدی. یه خورده پیچیده است براتون ولی با این ترفند میتونیم راحت بکشیمش. حالا این بیشتر شبیه خرگوشه انگار. یه خط کج میکشیم اینجوری و حالا نگاه کنید از اینجا من یه فاصله در نظر میگیرم. از این سمت نگاه کنید. از این بالا میام پایین دور میزنم. خب و آخرش رو گره میزنم. بچه‌ها این دور زدنتون جوری باشه که فضای خالی سمت راست بزرگتر از فضای خالی سمت چپ باشه. اینجور فرم کاراکتر قشنگتر در میاد. مویچیدو یه بار دیگه. ایچ، نی. به همین راحتی. فقط نیازه که شما تمرینش بکنید. خب
یه مثال بزنیم. 例えば مثلا この言葉を読んでください. اینو اینو بچه اینو نخونید، نو نیست. یادتونه گفتم که او، حالا این او، خب یه صدایی بین او و ا میده، یعنی از ته گلو تلفظ میشه. اینو اینو بیشه. اینو یعنی سگ، سگ. حالا گربه چی میشه؟ در ادامه با هم دیگه میبینیم. خب اینم از نو. کاراکتر بعدی صدای ن میده. خب برای ن اول من یه خط عمودی میکشم از بالا به پایین و بعد از سمت چپ به راست یه خط، ببینید میره برمیگرده پایین، دوباره میره بالا، این شکلی. خب آخرش هم حتما گره میخوره. مویچیدو ایچ نی. حالا اگه با این دستخط حال نکردین اینجوری هم میتونین بکشید توی 3 حرکت. اینم اوکیه. خب این کلمه با هم دیگه بخونید. همینی که اینجا نوشتم. نکو 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 یعنی گربه. پس سگ چی میشه؟ اینو. گربه چی میشه؟ نکو. های. خب یه کلمه دیگه هم بخونیم. این چی میشه؟ انه. انه. انه یعنی خواهر بزرگتر. و آخرین کاراکتر از این دسته صدای نو میده. دوستان نو رو دقت کنید، خیلی قشنگ تشبیه کرده به یه تابلوی پارکینگ ممنوع. یعنی اینجا نگاه کنید، من اگه مثلا بیام دور اینو خط بکشم انگار مثلا نو میشه، نه که کامل خط بکشید تا یه جایش انقدر مثلا فاصله بذارید. و حالا تلفظش انگار همون نو هستش، نو پارکینگ، پارکینگ ممنوع. خب پس این کاراکتر تلفظ نو داره. خیلی راحت از اینجا شروع میکنیم و دور میزنیم به این شکل. یک کلمه بخوام مثال بزنم، مثلا این چی میشه؟ پاس کنید بعد خودتون بخونید. اگه حالا خواستین ببینید درست خوندین یا نه پلی کنید ویدیو رو، چون من سریع میگم. نودو میشه گلو. گلو. حالا بچه میخوام مثلا بگم که تشنمه. تشنمه اونا عبارت خاصی ندارن. چی میگن؟ میگن گلوم خوش شد. گلوم خوش شد. میگن نودوگا. نودوگا کاوا. اینجا واسهتون می‌نویسم. کاوا. بعضی از این الفبا رو هم نخوندید مشکلی نیست. کی، کاوا کی، پایینش ادامهش رو می‌نویسم. مش تا. کاواکی ماشتا یعنی خوش شد. نودو هم که میشه گلو. پس نودوگا کاواکی ماشتا یعنی گلوم خوش شد. اگه بخواستم بگم که گشنمه اون میشه اوناکا گا سویتا. اوناکا گا سویتا. اینم واسهتون می‌نویسم. تایپ بکنم خیلی بهتره. اوناکاがすいた. اوناکا گا سویتا یعنی گشنم شد.皆さん見てくれてありがとう。練習してくださいね。ご質問がありましたらコメント欄で書いてください。じゃあまたね。ビビナムツ。